Молодец, и морда и узло страмбай. Кировский магазин дымка. Договор дороже деньги. Мустафа, ما خلیفه بود مکه. خلیفه بود نه کم خلیفه بود. خفتم نکنم. رئیس مکه. یا فرق نیست. современный хлебач может быть. Куянти. مکر سبیل جدید که مکر تاتم روانه خبر مکه نیست. دیدی تراکتور. Верить, que sempre как кто спил взял. А ты видишь, крова. Хай кузма, есть так или нет? Кузма цифры. Шайнида машка. Гибрати пару так чиза. Jak Miami. Чем тебе нравится? Адам хотел пить сакурская. Турецкая валда. Чили не брат дал. Пауза. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ است خداوند اول آخرش مبارک با تختشان برقرار پاینده بخت فیروزشان مبارک باد. عمرشان هم چون او پیوسته به هزاران رسد مبارک باد. چون زلیخا و یوسف مصری و پرمیرشان مبارک باد. و فرزندکان دلبند شگول بستان مبارک باد. یا حلی به حق یا محبوب بود مقصودشان موجود. و حرمت 5 تن پاک نگهبان کار خیر ما مولانا شاه کریم الحسینی ما. مجلس
Yeni araçlar çakşak şimdi kendiler gözünüzü sonra gözler. O ne böyle rakaslar. Bismillahirrahmanirrahim. یا حالی تو عجب دلارایی که پیدا و گئی پنهانی انت رب انت مولایی با سفر رفتن چی میفرمایی؟ با سفر رفتن مبارک با سرخون روی و با زبان رو فتح گویم آشکار الله فتحای الله لیلا و صرف الله و ذوالفقار هر بلا هر قضا از پیش آی دفع کن پروردگار با ابروی محمد و خاک پای علی یا رب حق مولانا شاه کریم امام حضرت الله Shama
دوستانی مهربان در این مکان خوش آمدید. با لبی پرخنده و رقصنده و جان خوش آمدید. خانه آباد ما آباد از لطف حق است. اندر این توی مولود جان پیر و جوان خوش آمدید. السلام علیکم میمانان، السلام علیکم کلی باشندگان این محفل، السلام علیکم خویش و تباران عزیز. باعث خرسندی و باعث افتخار است که امروز ما در اینجا سرجم هستیم به خاطر توی وصال خواهر عزیز و ارجمند ما مولوده جان. یک قرصه شما به خاطر گلروس نازنین. ثانیاً همه شما را به این درگاه خیر مقدم نور دیده و برای گلروس نازنین چنین گفتنی به این عروسی چهره خندان بخت میخواهم، به این غنچه دوران بخت میخواهم، برای شاپری پرواز اقبال، برای قلب پردوخیان گلروس بخت میخواهم. یک قرصه که شما به خاطر گلروس. و خوشبختانه در اینجا گروه آوازدار اشکاشیم زمین که با نفران اکای میرایاز، اکای لطفی شاه حضور دارند. من با کمال میل و احترام رشته موسیقی را با اکای لطفی شاه بدخشانی میتیم. یکی از آوازخوان معروف اشکاشم زمین است و بسیار شهرت به اندازه در مناطق ما دارد و همه وقت اکای لطفی شاه جان در خدمت جماعت مولا است. لطفی شاه جان به گل و بلبل چمن خوشبوی نیست، به محبت زندگی خوشروی نیست. مطربان اکای لطفی شاه جان ساز و نوا را جور کنید. توی مولوده جان به رقص و ترانه توی نیست. با خرسکای پرموج شما Gol nas, ya Hamdan Havaran.
بلبل سوزد و قفس نسوزد عجب است بلبل با قفس قفس میانی آتشی بلبل سوزد و قفس نسوزد عجب است گل زار نام داری نام زیبا داری ای گل زاره ای گل زار مصطفی سازم عجب نازم مصطفی سازم عجب نازم فقط نیافتم شدم کنم بکاسی الما بدخشان دومال از دیگران چشمای بیغمر از دیگران چشمای بیغمر از تو همیدی کفنم آرزو از تو همیدی کفنم آرزو روز همایی شمنم آرزو جلوهی سروی سمنم آرزو جلوهی سروی سمنم آرزو
باشه. دو دلداره که با هم دل بدادند، دو دلداره که با هم دل بدادند، در عشق را بر روی یکدیگر کشادند، نموده قلب یکدیگر منور با راه زندگانی پا گذاشتند. دلپسندیده ترین، بهترین و نکوترین تمنیات خوشبختی و پیروزی نصیب شما باد گلعروس نازنین. بنده میخواستم سرول بار دیگر شما را گلعروس نازنین را که شما امروز اختر تابنده تخت عروسی ما هستید صمیمانه تبریک و مبارکباد گویم. امروز سنه 18 ینوار سال 2004 که خود سال جفت است که میلاد کشایش وقتی دو همایون می باشد. تمنای آن را دارم که در زندگی همیشه خوشی و خرسندی و خوشبختی نصیب شما باد گلعروس نازنین. و خوشبختانه امروز برادر عروس ما در اینجا حضور دارند. اکای بیرم میخواهد خواهرچه دلسوز و دوسترویک خود را در این شب وصال تبریک گوید. مرحمت با قرصکای شما. السلام علیکم میمانان خشتباران که از دور نزدیک در این محفل جمع آمدیم، همه را خوش آمدید میگویم. هر یک قدم‌های شما را خیر مقدم میگویم و بعد از آن خواهری عزیزم را مولده جان را به روز خوشی، به روز حیاتی نو گذاشتنش را تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار در حیات خودش همه وقت سربلند و آباد باشد. هر کجای ماند خداوند نگهبانت باد خواهر. هر جای باشی آبروی برادران و خشتبارانت باشی. هر جایی که باشی نیکنامی پدر جان و مادر جانم باشی. باز یک بار تویت مبارک بادا. خوشبخترین دنیا تمنای باشید. خوش آمدید. تشکر زیاد برای چنین سخنان والا. باعث افتخار و خوشبختی است که امروز در این روز وصال شاعران و هنرمندان معروف حضور دارند. این شاعران و هنرمندان برای بالیدگی خاطر ما و شما در اینجا شرکت می‌ورزند. یکی از آن شاعر معروف و خوانزمین این جهانگیر وخانی می باشد و من با کمال میل و احترام و با قرصک‌های پرموجی شما اکای جهانگیر را روی صحنه میخوانم. برآمد.
رسول الله خالق یکتا تویی، برگزیده ذوالجلال پاک به همتا تویی، نازنین صدر حضر کائنات نور حق یا خداوند یا محمد. خوشبختانه
12 ربیع الاول هر ماه تولد مبارک حضرت محمد مصطفی پیغمبر آخرین و خاتم الانبیا است و توی روز ما گلروز نازنین به این روز مبارک راست آمد و بگذار چه مراد و مقصدی که در قلبشان باشد بگذار در این روز مقدس از درگاه نبوت پیغمبر مستجاب گردد و شما حال نشست را نیز به این روز مبارک تبریک و مبارکباد میگویم. خوشبختانه در اینجا خلیفه محترم جماعت ما اشتراک دارند با کلام میل و احترام رشته سخن و تبریکاتی را و خلیفه محترم میتیم. مرحمت. سلامت باشید. خلیفه من نیستم، خلیفه در اینجا حضور نداره. نیکی خیر، هزار آمد برای سخنان شیرینش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سپاس بندگی اهالی مدر. یکم من درودی بی پایان رو بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام میفرستم و بر جمع امامان و امام حاضر الرحمن و شاه کریم الحسینی برسد. یعنی امروز روزی بزرگترین است، روزی مولود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام است. یعنی خواهرچه امام مولوده جان که در این روز خوشبختترین است توی دارد، یعنی در همین روز بزرگ توی شده است. یعنی از خدای تعالی خواهش میکنم که دائمی وقت خوشحال باشد و تخت و بختش برقرار باشد. الهی یا مولانا مبارکتی کار خیر امر خیر کار خیر امر خیر خدای تعالی مبارک گردانه، عمر دراز، تن صحت، صحت نکو از طرف خدای تعالی مبارک گردانه. بازم یک بار دیگر از خدای تعالی خواهش مندم و خواهش میکنم که این خواهرچه نازنین من به مراد و مقصدش رسید و خوشبختترین در این دنیا باشد. تشکر. تشکر زیاد خلیفه محترم. ما حال نشستم داغوی آن هستیم که همه وقت نور مبارک حضرت محمد سایبان سر گلروز و سایبان سر خانواده نوبنیادیان باشد و اینک با کمال افزون و حسن احترام و با قرصک های پرموج شما یکی از آوازخوان معروفی و خانزمین و بدخشان زمین حکیم نیازیان را و ساده دعوت میکنه. مرحمت.
شما